هر چیزی با ارزش حجاب داره. نبی قلمم این پوشکش حجابش واسه امیره که وسو کنی پنج دقیقه بعد خشک میشه. از این خاطر زنای بی حجاب زود خشک میشن. هر قدر کارایش میکنه به خاطر چیزی آرایش میکنه. اما زنای با حجاب در 70 سالگی هم همون شفافیت و زیبایی خود دارن. ما خانمای بسیار با شخصیت داریم که نامایشان در قرآن است، ذکرشان در قرآن است. از ما مردا که در رتبهشان بلند است. مثلا رتبه استاد دایی بلند است یا رتبه بی خدیجه. بی خدیجه رسول الله سم پیشش جبریل امین آمد گفت فی رسول الله سمیال یک خانم میایه در دستش یک ظرفی از غذا هست، برش بگو که الله بر تو سلام فرستاده. بی خدیجه کسی است که الله برش سلام فرستاده. پس 1000 تا استاد دایی به خاک پای بی خدیجه نمیرسه. الله برش مقام منزلت داده. این خانم با شخصیت پرسان کردن، گفتن که تو در داخل پوانتون رئیسی پوانتون آمدی، به هزارها دختر زیر دست ازی درس در پوانتون میخواندن. گفت این حجاب چی حکمت داره که چشمایت پد کردی؟ گفت هر چیزی با ارزش حجاب داره. نبی قلمم این پوشکش حجابش واسه امیره که وسو کنی پنج دقیقه بعد خشک میشه. از این خاطر زنای بی حجاب زود خشک میشن. هر قدر کارایش میکنه به خاطر چیزی آرایش میکنه. اما زنای با حجاب در 70 سالگی هم همون شفافیت و زیبایی خود دارن. گفت هر چیزی با ارزش با حجاب است. انار دانه هاش بسیار با حجاب است، با ارزش است، حجاب داره. بادام داخلش بسیار چیز با ارزش است، چی داره؟ حجاب داره. هست نیست؟ بعض زنهای با حجاب هم چون با شخصیت هستن با حجاب دارم. مامش رئیس پوانتون هم هستم، دکترا هم دارم، لکن حجاب خودم دارم. برای من خواسته و 4 تا رقاصه نیست که اون نه علم داره نه کمال داره، وسیله ساتیری بر مرداست. يا طراز الكون إني عاشق مستهام.